ساکنان دهات ولایت سمنگان در شمال افغانستان صبح دوشنبه تلاش داشتند که با بیل و کلند همسایه‌های خود را از زیر ویرانه‌ها نجات دهند. زلزله اهالی ساعت 1 بجه شروع شده بود. بسیار تکان شدید داد که حتی ما دروازه را باز کردن نتونستیم. سه پیره همین قلفک دروازه را که باز میکردیم ما را گرفت و طرف انداخت. دیگه حدودی 15 ثانیه خوب تکان شدید داد. دیگه برآمدیم که بیرون خاک است، چنگ است، هیچ معلوم نمیشد. یک والده ما اینجا زیر چوب و دستک شده بود، دیگه یک برادر ماده بود زیر مانده بود. با کمک همین اهالی قریه، جوانای همین شهر منطقه ما همون را نجات دادیم. فضل خدا در شفاخانه هستن. ینگی مونا در داخل خانه بود، آره کشیدم و یک نفری ما گم است. خیلی پالیدم نیافتم. با سعی کردیم در زیر خانه مانده، بیچاره و شهید شده بود. تازه عروسی هم کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت طالبان افغانستان به خبرنگاران گفت که بر اثر زلزله صبح دوشنبه در ولایت‌های بلخ و سمنگان کمش 20 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 320 کسی دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار فرانس پرس در مزار شریف مرکز مأموری ولایت بلخ افغانستان میگوید زلزله برابر با 6.3 درجه ساکنان شهر را به دهشت آورد و بسیاری ها به کوچه برآمدند. مسجد کبودی مزار شریف که در عصر 15 بنیاد شده است زیان دید. پاره های بنای مسجد و مناره هایش فرو ریختند. در گذشته مخابرات ضعیف و دشواری روا در منطقه های کوهی افغانستان عملیات نجات قربانی ها را دشوار کرده بود. ماه اوگوست امسال در نتیجه زلزله قوی در شرق افغانستان کمش 220 نفر جان باختند.